حضرت امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمه الله به حلقه درس امام ابو حنیفه رحمه الله حاضر شدند. فرمودند حضرت من یک سوالی دارم، یک مسئله فقهی را سوال کردند. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله جواب دادند. امام محمد رحمه الله فرزند یک شخص تجارت پیشه بودند، به علم و درس چندان علاقه نداشتند. بعداً از مجلس امام ابو حنیفه رحمه الله متأثر شدند، اراده داخل گرفتن را به حلقه درس امام ابو حنیفه رحمه الله نمودند. به امام صاحب عرض کردند جناب مرا به حلقه درس خود شریک بسازید. امام صاحب فرمودند اولا حفظ قرآن کنید. سلف رحمهم الله عاداتشان این بودند، اولا شاگردان را حافظ قرآن، بعدا آنها را به کتاب‌های درسی سرشان شروع می‌کردند. امام محمد رحمه الله از نزد امام فغاب عنه 7 ایام، 7 روز غایب شدند، دور شدند. بعد از 7 روز دیگری که تشریف آوردند، امام ابو حنیفه رحمه الله فرمود که شما را گفتم حفظ قرآن کنید. امام محمد رحمه الله فرمود که من در 7 روز قرآن را حفظ کردم. امام صاحب از امام محمد وقتی که امتحان میگیرد متیقن میشود که امام محمد ابن الحسن در مدت 7 روز قرآن را حفظ کرده. لقمه حلال بود، خیر القرون بود، زمان سلف بود، انسانهای با دیانت و با نیت بود. 1442 سال از هجرت پیامبر علیه السلام، 1452 سال از بعثت رسول مقبول صلی الله علیه و سلم، انسانهای با دیانت و با نیت صحیح، اعمالشان مقارن به نیت صحیح بودند. در مدت 7 روز قرآن را حفظ میکنند، در مدت 7 روز و حافظ کلام الله المجید میشود. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه مؤسس و محتمم دارالعلوم دیوبند رحمه الله وقتی که به سفر حج بیرون میشود و کشتی که میشینه در ماه رمضان در سفر هستند، در بین چند صد نفر یک شخص حافظ قرآن وجود ندارد. مولانا قاسم رحمه الله هر روز یک جزء قرآن را حفظ میکنه، شب به تراویح یک جزء قرآن را برای سامعین میشنواند. این عظمت قرآن هست. وقتی انسان با قرآن تعلق پیدا میکنه، انسان با قرآن محبت پیدا میکنه، قرآن در قلب انسان جا میگیرد. کسان را دیدم 60 ساله 70 ساله حافظ قرآن بود، اما قرآن را فراموش کردند، غفلت کردند، کسالت کردند، بی‌پروایی کردند. حفاظ عزیز به گرفته نشوید که ما حفظ کرده ایم. اندک غفلت کنید، اندک کسالت کنید، اندک به احتیاطی کنید، قرآن از ذهن شما بیرون میشه. امام محمد رحمه الله مانند شما که حفظ قرآن میکنه، بعداً که به درس آغاز میکنه، از علم او دنیای اسلام استفاده میکنه، برابر از کسی به یک موافق باشد یا مخالف باشد. جهان اسلام از فقه و مسائل مستنبطه امام محمد استفاده میکنه.